салом шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо романи теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саторӣ. оғози гуфтори ҳаштум. زمستان همان سال سیاد بعد از پاریدن امتحان‌های نیمساله اینستیتوت در تعطیلی 10 روزه به ده آمده خبر یافت که سلامتی حسنیه به شده و او را به پسر خاله‌اش به همان برات بوفچی به شوهر دادند. علمش بالای علم شد. قلبش را خالیگاه فرا گرفت. به نظرش زندگی، حیات، دنیا گویا هیچ معنی نداشتند. او مانده بود و تلی کتاب و شب‌های بی‌خوابی. متاسفانه حسنیه هم روزی به ندید. شوهری یک فرزند و در عائله ارک کلان شده اش که به معیشت داده شده بود، اکثر وقت به خانه مست و الست آمده با هر بهانه حسنیه را زیری مشت و لگد میگرفت. انا آن گل بیاره که پاخشلت کجا شد؟ من همش را میدانم، میگفته است با تهدید. صباحی دگانت در عوض یک لیموناد و 2 کورژیک هر یک قدمت را وجب به وجب هر روز به من حسابات داده میگفت. بعد تولد شدن دخترچه دویمش آبی برات عرق شده بود و دایم شیشه می در بغل میگشت. بعضا دم کارت را به گلوی حسنیه میمانده است. روزی حسنیه همین طور سیاه گشته بود. نصیحت‌های مادر و اشک 6 قطار همسرش به برات می زده تأثیر نداشتند. خاله‌اش روی از گریه ورمیده و زیر چشمانی از ضرب مشت سیاه و بدن جا به جا کبود گشته حسنیه را هر روز دیده، دیگر سخنی برای تسکین دل جیان کلینش نمی یافت. نهایت برات بار شبانه پس از توی عروسی یکی از جوره‌هایش مستامست به پس رولی ماشین نشسته. هنگامی بازگشت به خانه در گردش تنگ راه کوهی ماشین را اداره کرده نتوانسته از جری سرازیر می رود. حسنیه با 2 دخترچه خردسال 3 ساله و 1 ساله بیوه مانده پرستار یک عمره خاله خوشدامن دردمند و بی فرزندش شده می ماند. صیاد در این شب سرتشویش و پرتهلکه به خود قول داد که اگر از این سفر صحت و سلامت برگردد از کابل یک چاینک قرمزی زیبای با 2 پیاله بلعمی به نام حسنیه خریده میماند. البته تحفه های دیگری هم از قبیل متاعهای پرچه و الماس و روی مال شال یپانی می خرد. وقتی که به وطن برگشت از روی آدمگری با یگان نفر از همسنفان از احوالش خبر گرفته انا چاینک قرمزی را آوردم میگوید. سایه های وطن و زادگاه کیفیت دیگر دارند. بیغل و غش هر گیاه و گل و بوتش درمان و بلاگردان و راحت جانند. در سایه وطن که پروای تابش آفتاب ملک بیگانه داری. خلاصه کرد صیاد. سایه های این ملک دیگرند. حولانگیز جانکاه گمان میکنی که در پهلوی سایه هر یک بوته اجل نهان و تو را انتظار است. فضای حولانگیز شبانه دشت سنگستان یک حادثه در بچگی خیلی سخت ترسیده‌اش را به یاد صیاد آورد. بگاهی بود وقتی گاوگون سری پلک برای پدرش نان و خوراک می برد. سری راهش یک پشکچه‌ای فخول و قاق لاغر از بیخی بوته میاو میاو کنان برآمده پیش راهش را گرفت. صیاد با دلسوزی کودکانه آن را کمی نوازش کرد و بدید که یک چشمش کور است. وی رومال میانش را کشاده از نانی در آن پیچانیده یک برده کنده پیش پشکچه ماند.
پیشکچه گرسنه نان را سراسیمه خورد و میاو میاو کنان دنبال صیاد روان شد. پدرش این همراه ناخوانده پسرش را دیده غربت کرد. این جین یک چشمه را از کجا یافته آوردی؟ پیشک کور جین است، خاصیت ندارد، گفت پدر. آخر این پیشکچه کو؟ خودتون چند بار گفتید که جین را دیده نمی شود. پدر که الکی دسترخوان پهن کرده و سرگرمی به طبق چوبین ریزه کردن نانپاره های خشک بود، خرمچه کدو شوربای آورده پسرش را به بالای نان ریزه های در طبق تنوک کرده از شپه گردان کرد و به نقل آغاز نمود. در قدیم پسرم در اوراتیپا نام شهر اکاجانبای گفتگی بای مشهور یک باغ ویرانه را آباد می کند. صیاد از نقلهای پدرش درباره اکاجانبای بسیار شنیده بود. وی یک مردی ریزجوسی نظرناگیر و دهقان کمبغل در کوهستان قراتیگین بوده است. بار هنگام جفترانی در ادیر از زیر اسپورش خزینه کلان طلا می براید. بعد به تجارت گذشته به فلغر و اوراتیپا و خوجان حولی و باغ و زمین خریده چند زن می گیرد و با وجودی ثروتمندی نهایت ممسک بوده است. در اوراتیپا یک باغ قدیمه ویرانه و بی‌صاحبی را که از دهت دور بوده مردم جینخانه‌اش می گفتند و پس از گاو گم هیچ کس از نزد آن کهنه باغ خار و خزان جرأتی گذشتن را نداشته است، با اندکی رشوه دادن به کلان شونده ها گرفته آباد کرده و چارباغی بیشت آسای بنیاد می کند. خدمتگار و باغبان کرایه هم میگیرد. زیباترین دختر شهر را با میان روی ملای محله در عوض قلین زیاد بزنی گرفته باغ و راغ را به نامش مهر و وثیقه می کند. آوازه دارایی و ثروتمندی اکاجانبای و شهرهای دور و نزدیک رسیده درباره‌اش قصه های عجایب و غرایب زیاد پهن می شود، ولی شاید برای به چشم سپاهیان امیر و میر و املاکدار محل نخلیدن باشد که همیشه در تن جامه کهنه لگن شده صدیماغ داشته است و زمستان و بهار و پای چارق خوددوختی خامک و تابستان و تیرما منکی چرمی دستمال خورده رنگی بادام زده تکگی پوشیده می گشته است. این بای جندپوش بارها شاهدی گفتگوی مردم شده است که گویا اکاجانبای مردی نهایت پهلوان جوسی ولامت سخاوتمند دستگیری بیچاره و بینواها بوده، حتی میرشب و میرخور و پشبگی و قاضی کلام بر این کته های ملک و زیارتش می آمدند. پدر لقمه دهانش را فرو برده گپش را دوام داد. در چارباغش از کدام گور یک پیشک کور پیدا شده است. این پیشک دایم دمدمی زنی بای از روزهای اولی عروسیش میاو میاو کرده میگشته است. هر سالی که زنی بای بچه کند بچه هایش همگی 40 روز عمر میدیده است و خلاص. بچه زنکی غور و غوث بای آهسته آهسته خراب و بیحال شدن میگیرد. دعا و درود تمار و تشتا چلیاسین و زیانبراری هیچ فایده اش نمی کنند. بای گمان میکند که زنک از غم فرزندهایش به این حال افتاده است، ولی زن دردی دیگری داشته است و از گفتن میترسیده است. آخر چطور گفته میتوانست که این پیشکی کور در اصل یک بلا برزنگی به طیبت دیو صورت بوده در نزدش شرط گذاشته است که او همه کودک هایش را گهواره کش میکند و باز تهدید هم می کند که اگر در این باره بابای دهان کشاید در شب خواب لشکر جینها زن و شوهر را هم بوغی کرده می کشند. زنی با ناموس و با عفت حتی در کشتن طفلکانش راضی می شود و به جین لعین تن نمی دهد. باره یک لولی زنی فالبین
به حولی بای به تلبندگی آمده پیشک کور را که در آفتاب رویی دمی دهلیز خانه یازیده خواب میرفت میبیند. لولیزن با نفرت به این مخلوق یک چشمه نگریسته این نرغولی بچه کوشه از حولی و خانه اتان دفع کنین میگوید. زن اکجان بای با شنیدن این گپ به گریه می درآید و بای در حیرت مانده به لولیزن می نگرد. تو چی میگویی؟ راست میگم میگوید لولیزن به اکجان بای. بای بابا یک تنگه طلا خیر کنید، من حاضر پوستی این کرجین را از سرش چپه می کنم و به شره اصلی او را شما می بینید. این لحظه پیشک کور فخس زده دومش را خاده کرده می گریزد. اکجان بای به لولیزن چند میلی که هیچ ارزشی نداشتن دراز می کند. بسیار خسیس بوده ای بای، یک طلا برای تو هیچ چیزی نیست. من همتی تو را سنجیده خانت را از این بلای عظیم خلاص کردنی بودم. زند می داند ولی از ترس این کرجین دهان نمی کشاید. مهتاب شبی چهارشنبه دوم خواب نکرده بعد شام خوردنی ما به بالاخانه براو از دریچه قفای بالاخانه به تگی قطار سنجیدهای کنج چپی چارباغت یک نگاه کن کنی چی میبینی. لولیزن خیلی ناچیزی بای را نگرفته از در حولی بیرون می شود. بای یک لحظه کرخ شده این جوگیزن از کجا می داند که در بالاخانه من در طرف باغ دریچه‌ای هست؟ از دل می گذراند و در حال از قفای لولیزن می دود. در بیرون در الکی کسی نبود. در راه سوی دیه هم کسی نمی نمود. اطراف باغ را دور می زند. از لولیزن مثلی که وی را زمین به قعر خود کشیده باشد نشانه نمی یابد. دل بای شوست ته کشیده به بدنش مرغک می دود. صیاد یک چشم به طبق و یک چشم به دهان پدر لقمه آخرین را برداشت. پدر طبق را با انگشتانش لیسیده ایستاده نقلش را دوام داد. به دل بای آتش افتاده بود. تا روز چهارشنبه دوم ماه با 3 روز دیگر وقت مانده بود. سفر و تجارت به دلش نمی گنجید. نهایت چهارشنبه دوم رسید. بای رموزفهم در حرکت‌های پیشک کور دیگرگونی حس می کرد. پیشکی که پیشتر به سایه زنک راه می رفت حالا دمدم مرد می گشت. این فلاکت گپ گوش می کند. فهمیدن می خواهد که به زنک یگانچی درباره لولیزن و پیشک می گویم یا نه. از دل می گذراند بای پس از طعام شام چون عادت به بالاخانه برآمده نماز خفتن را می خواند ولی پایان نمی فراید. پهلوی جای نماز روی کرپچه مخمل دراز کشیده لوله بالشت را زیر سر گذاشته خود را به خواب می زند. پس از چند پیشک کور هم پیدا شده دورتر از بای روی قالین چشم از بای نکنده خواب می رود. در تاریکی آرامی خانه را تنها خورخور پیشک خللدار می کرد. بای هرچند بی‌طاقت و دلتنگ شده بود سیر بای نداده طاقت می کند. پس از چند لحظه صدای خورخوری پیشک قطع می شود. وی از جای خیسته به بای نزدیک شده بر روی بای نگاه می کند. بای هم طرز نفس می کشید که گویا خواب باشد. برای بخواب بودن بای باور نمودن پیشک حتی با دم نرمش یک بری روی بای را سیله کرده می گذرد. بای با این عمل پیشک هم بی پروا مثل آدمانی خوابیده یک نفس چقور کشیده به پهلوی دیگر می گردد. کرپیشک چون باور می کند که بای خواب است آهسته از در نیمراغ بالاخانه بیرون می شود. بای باز فرصت انتظار شده بعد از جای می خیزد. شب از نصف گذشته ماه هم شام خورده بود. بای دریچه 4 کنجه خورد و چوبینی بالاخانه را که آن را
باد را همه گفتند آهسته و بی صدا باز می کند. غیر از تاریکستان چیزی به چشم نمی خورد. قول فالبین و جوگی را باور می کردگی مسلمان نیست. تأکید ملا امام دیه را از امر معروفش در نماز جمعه درباره فالبینان و فالکشایان به یاد آورده آهسته دریچه را بستن خواست. این لحظه آواز مثل صدای جنبش زنجیر به گوشش رسید. بعد به آن صدای سرانگشتی دایره و پس از فرصت نوای قشنه جور می شوند. بای گردن یازانده و کنج چپی باغ می نگرد. به آفتاب سایه های قطار سنجیدها نورافشان بودند. ناگه قطار زنهای زیبای حریر پوش جنبان جنبان از گوشه تاریک باغ میلی بر روشنایی عیان شدن گرفتند. 1 2 3 4 11 12 13 حساب کرد بای و تعجب نمود. عجبا پری چهره های بوز پای. فوراً سرزنشی به جایی و باغبان کرده اش را به یاد آورد. بای پای بوزها را در مرزهای باغ به وی نشان داده دیگر بوزهایت را برای چرا و باغ ندرار گفته بود. باغبان هم با تعجب گاه به پایهای زیادی بوزها و گاه بروی بای نگریسته چیزی نگفت. تنها حیرت زده کتف در هم کشید و خلاص. حادثه ای از این هم عجایب تری را لحظه بعد دیده بای قریب بود که از هوش رود. 2 مخلوقی از میان بالا شبیه آدمی که گوشهای کلان کلان داشتن و از میان پایان و سگ یا گرگ مانند بودند، یک کجاوه پر از خاکستر را آورده در بزمگاه چپه کردند. این لحظه از در خفای حولی که سوی 4 باغ شاده می شد پیشک کور بدو برآمده میاو میاو گویان خود را به توده خاکستر زد. چنگ خاکستر به هوا خیست. از پسی پرده خاکستر چند یک نرغولی بدافتی یک چشمه تامیان برهنه خندیده نمودار شد. نوای موسیقی لحظه خاموش گشت. 13 پریزادی حریر پوش سری زانو ایستاده پیشی نرغولی یک چشمه تعظیم کردن همه. بعد آن مخلوقی بد واهیمه و بد افت کفخایش را 3 بار قرص به هم زد. مطربان ناعیان به نوای شوخ و فارمی رقصی آغاز کردند. زیبا صنم‌های بوزپای حریر پوش دوره گرفته یک چشمه را میانگیر کردند. با غمزه و قرصک زنان به رقص در آمدند. یک چشمه با تمام صنعت می رقصید و به نوبت حریر پوشان را یگان یگان به آغوش می گرفت. بای از این حادثه کرخت شده نهایت پس از لحظه به خود آمد. تعجب کرد که خواب است یا بیدار. وی سراسیمه دریچه بالا خانه را پوشیده به حولی فرآمد و با سرعت دری قفای حولی را که به سوی باغ شده می شد باز کرد. برابر شنیدن صدای بازشوی دری حولی در یک میژه زدن باغ را ظلمات تاریکی فرا گرفت. صدای موسیقی خاموش گشت. بای در تاریکی جرأتی پیش رفتن نداشت. حالا به قفا گشته در باغ را از داخل حولی زنجیر انداخت تا صبح بای را خواب نبرد. صبحیدن به باغ در آمد. در بزمگاه یک لگن خاکستر و پی زیادی بوزها باقی مانده بودند و خلاص. شنونده های عزیز، شما романи تیغ پراسروری حبیبالله یورف رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری شنیدید. محرر سعیدزاده آبیجان،
کارگردان انوشا خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار هشتم